بسیار خوش آمدن سراینده بسیار زیبا شبنم تاج‌الدین. سلام علیکم. سلام شما، روز شما بخیر و شادی باشد. باور دارم که البته با شما یک صحبت جالب و صحبت خاطرمان خواهیم داشت. بله. سلامت باشین. سرول یک سوال است، نه چندان سوال جدی است. مخصوصا بانوها وقتی که سراینده میشوند در اول چهرهشون دیگر است و آهسته آهسته به قول هر دو سه سال چهره خود رو عوض میکنند، یعنی زیباتر میشوند. چی سبب دارد؟ برای چی این گونه است؟ من فکر میکنم تمام زن دنیا همه زنها زیبا هستند و نه زنی که زیبا نباشد. تنها مهر و محبت زیادتر باشد، زیبایی زن هم زیادتر می شود. بله. سلامت باشید. یعنی زیبایی زندگی زن رو میتواند که زیبا کند به قولش. سلامت باشین. تشکر برای شما. سوال های دیگر که البته از جانب مخلصان اومدن، یک مدت از صحنه دور بودید. بعضیا گفتن که شوهر کرده است و شوهرش دیگر او رو اجازه نداده بود به یعنی صحنه بر اومدن و بعد از چند وقتی استراحت به قول باز ما شما رو دوباره در صحنه دیدیم. سببش چی بود؟ درست است این سخن‌ها یا اینکه یگان سبب دیگر داشت؟ من فکر میکنم که در صحنه نبودن من این نوابسته از شوهر کردن من وابستگی نداشت، بلکه من کودک خود داشتم، میخواستم در تربیت کودک باشم تا به جای رسد که اقلا به باغچه مکتب رود، به باغچه رود یا که به مکتب رود. بعد من میتوانستم با دل پر به صحنه برایم، چون که صحنه این زحمت و مشقت زیاده دارد که من نخواستم که فرزند خود را به اهمیت گذارم. سلامت باشین. و بعد دور بودن از سرود و دور بودن از صنعت مشکل نیست برای شما؟ طولی چند وقتی که نبودید مشکلی بود؟ من فکر میکنم اگر که در قلب و جان انسان کسب دوست داشته باشد هیچ وقت دور از خود نمیکنی. من حتما در خانه با سرود و ایجادیات مشغول بودم و چون که دخترچه من خورد بود، به همین حال من تمام مهر و محبت رو به اون کس دادم، به فرزند خود. نه اونقدر برای من دشواری بود. بله. شما فرزند یکی از معروفترین سرایندگان تاجیکستان هستید. رویشون شد بود شودروان تاج‌الدین موحیدین. از پدر چه خاطره دارین شما؟ از پدر به من بسیار خاطره های نیک مانده است. یکی از فرزندهای با فکر خودی من که من یکی از فرزندهای دوستدارش بودم. چون که امروز من این صنعت پدر رو پیش میبرم و هر یک ناله و هر یک سرودی که من از پدر میخونم کوشش غیرت میکنم که بهر مخلصان پدر، بهر مخلصان خود پیشکش کنم و نام پدر هیچ وقت از گوش مردم دور نشود. چی سرودی بود که در نزد پدر شما خوانده بودید و شما احسن گفتن و قرصک زده بودن و اینکه تو حال همون سرود در خاطرتون هست؟ نه، احسن نگفته بودم، قرصک هم نزده بودن. یک روز از مکتب می اومدم، به مکتب روان می شدم که پدر در عین خوراک خوری بودن و من در خانه با لباسای مکتب پوشیدن مشغول شده بودم. و در آنجا سرودی از مقدس نبی و شادروان سرود می سراییدم. سرودی وای بود، ای نوری نه، تاقی بسر تاقی شاهی بسر، این رو میخوندم و پدر از پشت در آواز ما را گوش کرد و ما را دعوت کرد به نزدیک خودشان. گفتند بچم حافظه میشوی؟ و من از ترس گفتم که نه من همه خوندم. بعد من گفتم که نه من رقاصه میشم. من فکر کردم که پدر ضدیت ندارن، گفت که من میخواستم که تو طبیب شوی. طبیب شو، چون که راه صنعت راه دشوار است و من نیز میخواستم که طبیب شوم و لیکن در دل که چیزی بود البته شروع می شود. شعله پیدا کرد و من روی صحنه باز به خاطر آواز پدر باز آمدم. سلامت باشید. سوال دیگر برای شما یک شنونده ما پیشنهاد کرده است، سرودهای آخرینتون از سرودهای گذشتهتون فرقیت دارن، چرا گفته است؟ چه خیلی فرقیت دارد؟ من میخواستم فهمیدن مقصد. شاید در نظر دارد که آواز دیگر شده است یا که سخن یا که متن سرود من انتخابش دیگر باشد. شاید عمومی در نظر دارن. به همین مخلص جواب میرسانم که اگر عمومی باشد من در یگان سرودی من متنی پست و متنی آب شسته به قول نیست و من حتما کوشش غیرت میکنم که هر یک سرودی من با متن مضمونی بلند باشد.
چونکه مرا مخلصان با همین خیلی قبول کردند و من کوشش میکنم که حتما باشد با سرود و متن بلند و آواز گداگر ممکن آواز سایقل مییابد. وقتی که من در روی صحنه بودم 21 ساله بودم. بله بله. 21. یعنی تو این زمان چند مرتبه صداتون موتاسیا شد بخیر. سلام باشین. تشکر برای شما. میخواستم بپرسم که شما با انسامبل سپر همکاری داشتید پیشتر؟ همکاری نه، من در آنجا فعالیت میکنم. او هم فعالیت میکنم. 18 سال شد من در انسامبل وزارت کارهای داخلی فعالیت میکنم و با رتبه مایوری. رتبه مایوری بله بهترین است. این آخرین رتبه مایوری کی به شما نصیب شد؟ 1 سال پیش. اکنون کی پالکونیک میشه شما؟ نصیب معلوم نیست. سلام باشه. تشکر. خب برای چی شما رو کم میبینیم در صحنه ها، در برنامه های کنسرتی البته دولتی بخوانیم؟ راستی گپ از 2015 من از صحنه دور شدم تا 2019. 4 سال. 19 20. قریب 5 سال. نه 5 سال. 5 سال پورا. سال 2020 روی صحنه شدم و از همین خاطر خیلی دور شدم از صحنه ها، از تلویزیون و رادیو. و مدت من 1 سال هست که باز در چاره‌بینی های دولتی هم اشتراک میکنم و در ثبت تلویزیون هم هستم. کوشش کرده ایستادم که به همه جا رسم. لیکن وقتی که مدت یک لحظه از این چیز دور میشه با سرجم شدن، من فکر میکنم با یک مشکلی هم دارد. بله. یک نفر سوال کرده است که برادرتون قاری شمشود است، درست است؟ البته. و گفته است که با شما چند مرتبه وابسته به کسبتون ضدیت نشان داده است و حالا با شما گپی نیست. این درست است یا نه؟ من به این سوال مدت چندین سال از جواب میرسانم و باز یک بار دیگر میگم با مخلصان، من در عائله صنعتکار تولید یافتم و ما 3 نفر در این عائله هستیم، 2 پسر و 1 دختر. ما در این عائله هر 3 ما 3 کسب انتخاب کردیم. یکی کارگری مقامات، دوم کارگری دین و من صنعتکار. و هر دوی دادرای منم در همون محیطی صنعتکار به وایه رسیدن. وقتی که من صنعتکار شدم خیلی حتما و برادری من است با من مثال 1-2 مثال با من گفت که من اپا تو همین راه انتخاب کردی، در زندگیت کار ندارم، فقط کوشش کن لباسی تنگ و لباسی کلتا و برهنگی نپوش و اگر که باز یگان کسب دیگر خواهی انتخاب کردم باز شاطر میشوم. لیکن هیچ وقت ضدیت نکرده بود و نسبت سرود و متن من و نسبت برآمدهای من هیچ وقت ضدیت نکرد. این همش گپی خالی مردم است. برای ما خواستیم که با همین سوال شما پورا چگونه که پاسخ دادید بسیار شدم که البته مفصل جواب دادن و این زمان شنوندگانی که شبهه داشتن وابسته به همین سوال همین موضوع خب جوابی درست رو از خود شبنم تاج‌الدین شنیدن. بهترین است. سلامت باشین. خب ما البته سرودای شما در نزد ما هست، اما شنیدن صدایتون به طرز زنده باز من فکر میکنم که خب چی بگم روح بلند کننده است. اگر امکان باشد یک بسیار سرودی اون که برای شما پسند است و همه روزه زمزمه میکنه، یک 4 مصرع بهره مخلصان پیشنهاد کنید. در همین سال 2022 من کوشش کردم که از سال 2021 و 22 یک چند آهنگ نو ایجاد کنم. و حتما پیشکش مخلصان در این سال نو ثبت بودند و علاقه در یوتیوب است. و یک سروده که آهنگ خودی من است، من با نزدیکی ایجاد کردم و ثبت کردم. میخواستم با کلیپش پیشنهادی مردم شود، پیشنهادی مخلصان شود. از همین سرود خیلی من 4 مصرع بهر شما میسرایم. مرحمت. شب رازی تو گفتم با ستاره، ستاره شد ز دردم پاره پاره. نمیدانم ولی ای جانی شیرین، تو به پروای و سازم چه چاره. درختی قامتت پر از گل تر، گل از روی بزیبت میزند سر. نویسم نامت در روی دفتر، که دل در حسرت تو
میزند پر. بهترین. سلامت باشین. تشکر برای شما. خب سوال دیگر برای شما پیشنهاد می شود. با کدام خاطر شما سرنده شدید؟ هر نفر مثلا با یک خاطر یک کسب انتخاب میکند. من به خاطر چیزی و یا کسی انتخاب نکردم. در دل من بود و من میخواستم که سراینده شم. از خردی من در چهاربینی‌های مکتبی است نیز بسیار فعال بودم نسبت همین ساحه صنعت. در کدام چهاربینی‌هایی که نمیشد من در آنجا الکی حاضر بودم و باز میگویم که یک ژنتیک و از ژنتیک است که در خون است و چیزی که به خون اومده است به جان میبرد. بله میراثی است، از پدر جان عزیزی من مونده است و من کوشش میکنم و کوشش زیاد میکنم که به مثل پدر یک نامبردار دولت و ملت عزیز خود شوم. بله یک سرود دارد بسیار جالب است. دل مبند گفتم انا می رو بیاد زمزمه میکنیم. این سرود الکی سال 2013 14 بود. لیکن بسیار سرود خوب است. اگر متنش در خاطرتان باشه. اگر متنش در خاطرم باشد متنش رو پرویز پولادین است و این آهنگ هندوگی بود. بله. و بسیار همین فیلم هندوگی به من معقول بود و من از این فیلم این سرود رو انتخاب کردم و اولش رو من با زبان هندوگی و باقی موندهش رو با زبان تاجیکی خوندم. در خاطرتون است؟ خب چند که در خاطرم باشه. مرامت. دیکھے نظر کیسے کہ اس نے بک گئی ہو میرا اس نے جو چھو لیا تو ہے لگے کہ نہیں ہوں میں. تمام بس. بهترین. سلام باشین. تشکر. چی رو درباره‌تان نمیخواهید که شنوندگان دانند؟ من یگان چیزی مخفی ندارم که شنوندگان ندانند. هر چیزی هست روی صحنه آماده میکنم برای شنوندگان. یگان زندگی مخفی هم ندارم. بله. شکرانه میکنم از زندگی که امروز به من خداوند نصیب گردانده است و شکر میکنم که در دولت تنجی و امانی وطن عزیز خود تاجیکستان به خوبی زندگی به سر میبرم. این برای من مهم است. و یگان سوالی که درباره شخصیت زندگی من باشد مرحمت، من همه چیز است رو شد من بهترین است. یک نفر شنونده ما از افغانستان به شما سلام رساندن. تشکر. اینو باید بگوییم و یک زنگ تلفنی است. خب سلام علیکم. علیکم سلام. فقط سوالتون پیشنهاد کنید خواهش میکنم. مرحبا. این دختری تاجیدی می بله. دوستی من یک خاطری حیف شد، یک خاطری ما قزار موندیم در خودم تی یا همون تحت لاهوتی بود و ما دوست داشتیم من تارک دیزور میخونم. حالا تحت مجبور کردم برای اینکه استراد هم زور بود. ولی همون به تحت لاهوتی بود روزی 10 نوامبر روزی ملیتی سایتی بود. اونجا علاچوب مرته اونجا بعد ترجیح سنی گذاشت دیم به کانسر دادم به او. من گوشتم رسم دیم تاج بفت اون سالای راست بودم بعد و خریدم بعد گفتم کدام دی پول داد من گفتم اگه من قزور کردم بعد گفتم یک روز بیا من تو رستوران خاصی باباش بعد میکنم از اکرام میگم امیلا دپتاسکی یا زیافت میگن حتی که شنیدم که همه شد تقدیر نکرد که واقعا ما وای زیافت کردم. این آدمیزاد همین است. من دیم دختر تاجین من تلفن کردم برای خاطره که جای جانا شاد کن تاج میگو در زمین تاج در زمین دین در بیرون دین اویاد میخونه تاج در زیر خاک. سلامت باشید. همین است. تشکر. سلامت باشید. ما اینا نه که جواب داد از به پدرش. بهترین. تشکر. خب این خاطره ها البته زیاد هستند با شادروان پدرتون و شنوندگانی که البته داشتن چه خاطره بعضن حالات ها به خاطر میاد و اونا پیشنهاد میکنن. زنگ دیگر است. سلام علیکم. سلام علیکم. مهمان شما رو اولا خوش آمدید میگم به خانوادگی هر یکی ما. بعدا یک سوال دارم اگر تکرار باشد بخشش من نو رادیو رو گریان کردم. من میخواستم از سراینده خوشاواز فهمیدن که در زندگیشون کسی بوای ها یا اینکه شوهرشون باشد یا کسی دیگر خیانت کردن. سلام باشین. مرحمت. سوال جواب دیدم. بله مرحبا. خواهر عزیز تشکر برای گفتید که در خانه ما مهمان است. بله زنده باشید. من به هر یک خلق عزیز خود
ҳамеша миннатдор ҳастам ки чунин маро пазироӣ менамоянд ва гуфтанӣ ҳастам ки дар зиндагӣ ба пастию баландиҳои зиёд дорад ва фикр мекунам ки ҳар касе ки хиёнат бар дӯст мекунад хиёнат ё ки гапи нороҳат мегӯяд ҳатман бубахшед ҳатман бубахшед ва зиндагӣ худ аст ки чархофалака зиндагӣ ва бар сари ҳама одаме ки ба ту туҳмат мекунад ё хиёнат мекунад албатта боз меояд. ҳеҷ вақт бо якдигар дилсӯягӣ дилранҷонданӣ накунед. ҳар касе ки ба ман хиёнат мекунад ё сухани бад мегӯяд ман ҳамаи онҳоро бахшидам ва худо кунад ки ҳамаи моро инсоф тафиқ. хуб шабнам дар ин ҷо дар мавриди маркаи мошинатон суол мекунам. шабнами тоҷиддин кадом маркаи мошина дорад? ҳамин асри 21 замона пешрафтаги ҳар одаме ки камтарак кӯшиш кунад ҳар сол як мошини маркаи нав мегирад. Бале, нав мегирад. Бале. Буд Lexus, буд BMW, буд Camry, буд Hyundai. Акун ҳозирашам. Шунавандо бисёр кунҷкӯ бастан савола бинед шумо. Саломат бошед. Як нафаре ки шуморо сахт фиреб додааст то ин замон ва то ҳоли намедонам ки бошад. Дар қасди ҳамон ҳастед? Не, ҳеҷ вақт ман дар қасди ҳеҷ кас маро фиреб надодааст. Ҳеҷ кас фиреб надодааст. Не. Саломат бошед. Саволи дигар, $1 миллион агар пайдо кунед, ниё дошта бошед, ба чӣ сарф мекунед шумо? худам шавру замина орзу кардистам ҳозир куҷодаям $1 миллион бошам ман гирам ақалан аввал пули свет не пули свет пули об пули коммуналия ва каст фикр мекунам ки аввал ба меган ки аввал вақте ки чизе ки дорӣ аввал ба наздикони худ баъд ба бегонагон ба хештаборон кӯмаки худро расонам аввал пеш аз ҳама ба хештабори наздики худ баъд ба бечораву бенавоёну бекасону дармондагон баъд мондагиша гирам равм Европа тамошо кунам ҳама ҷора гардум биём бо хулас дар рӯйхат мо нестем шумо ҳатман ҳастед ки гиртум бо як бурга прямой эфир мекунем бибина хати телефона фаъол мекунем алло ассалому алайкум салом алайкум салом алайкум шумо ва меҳмони шуморо ба хонадони ҳар яки мо хуш омадед мегӯем. саломат бошед. ман як модар аз шаҳри душанбе меҳмони шумо чунин савол дорам ки вақте падараш шодравон муқаддас набиро алғунчакай мо буд мегӯем будакай хали медод раш намекард. савола бинед шумо саломат бошед. саломат бошед. ман аллакай ҳамин сухана дар ҳама ҷо гуфтам ва рости гап як духтари бад рашкам нисбати ҳамин зан нисбати мард бад рашкам ман ина ба ҷо намекунам ҳамин неким ҳамин вақте ки падар гуфти ҳамин хола ки дар ҳой меган ба забони тоҷикӣ мо вақте ҳой медод ма аллакай дар он ҷо то омадан аз кор аз падар ман зиқ мешудам гирия мекардам ки чаро он каса ҳой доди мана не тела накади ғалта албатта рашк доштам ва ҳамин рашк як кӯдаконае буд кӯдакии вақтҳои солҳои хурдии мо буд ва яъне ҳам як барои ман як хотирмони неке буд ки падар ҳамеша бо забони ширини тоҷиконаи лаҳҷаи тоҷикона очаҷон гуфта фарёд мекарданд ва аз падар хотираҳои нек ба ман мондааст. беҳтарин. хуб як шунавандаи мо бо номи манижа савол пешниҳод карданд аст ки ба фикри шавдам чаро баъзе сарояндаҳо жанри эстрадаро интихоб кардан ҳангоми баромад кардан метарсанд ва зиндасароӣ намекунанд яъне бештар аз фонограмма истифода мебаранд ҳатто баъзеашон дар тӯйҳо ҳам ҳатто як суруди зинда намесарояд то охир фонограмма аст сабабаш чист? хоҳари азиз ҳаст санъаткоре ки аз фонограмма истифода мебарад ҳамчунин ман низ аз ин чиз пинҳон нестам ва ҳаст ҷое ки бояд ки фонограмма истифода баред ба хотири чӣ аппаратураҳое ки барои ҳамин зинда хондан дуруст нест баъд ҳаст ҷое ки хай дар тӯю маърака албатта бояд зинда сароӣ ва вақте ки сарояндае ки зинда сароида наметавонад дар ягон маҳфил аллакай ман фикр мекунам сарояндае нест сароянда аз фонограмма низ истифода мебарад бо сабки зинда бояд истифода барад ва лекин дар вақте ки зинда мехонӣ
من فکر میکنم باید که صدا باشد، آواز باشد. صدا باشد. بله. بله. سلام باشید. اگر فونوگرام هم که باشد، مثلا وقتی صدا خوب باشد معلوم است در فونوگرام. بله. اون نفری که خوانده نمیتواند، این معلوم است که دیگه در فونوگرام هم صداش ناجور است و البته مشکلی دیگر دارد. 001 یک سوال روان کرده است. گفته است که برای چی دهه شبنم مرتپه نام دارد؟ بسیار ما وقتی که به خبرگیری مادر به ایثار میرم و از پیش همون قشلاق پدرجان میگذرم و پیش بود مرتپه. نمیدانم به چه خاطر باشد مرتپه نام کردند. از ممکن از حسابی که زیاد ماروش باشد یا که از حسابی که من همین چیز رو نمیدونم به خاطر چی باشد، لیکن حاضر همین قشلاق مرتبه به نام تاج‌الدین محی‌الدین است، به نام پدرم گذاشتند. همون دیه رو. بله. سلام باشه. روسی ما وقتی که از شهر ایسور سفر میکنیم به شهرینه و به ریگر و تورسون زوده و کدام یک منطقه، من همین سوال از یک راننده کردم که برای چی در اینجا یک دیه بود مرتپه نام داشت، برای چی، و یک قصه هم برای من نقل کرده بودن. روسیگه فراموش کردیم. یعنی امروز همون دیه به نام پدر شما تغییر داده شده است. دیه تاج‌الدین محی‌الدین. چند سال شد که به نام تاج‌الدین محی‌الدین است مرتپه. هم دیه شهر ایسور. بله سلامت باشین. یک شرط داریم. این شرط دولی به فکری من اومد. بیاید از اینستاگرام قصه کنیم که در اینستاگرام چی گپ است، چی نوشته ایستادن و چند نمونهش شما در افیر خوانین که ما بفهمیم که در اونجا چی می‌نویسن. خب من پخش مستقیم اینستاگرام بهت کم دارم. بله. بسیار به حساب است و نمیخوام هر یک لحظه ما رو خیلی من نمیخوام همین با چیزای اجتماعی وارد شوم. و امروز که با رادیوی شما، امروز با دعوت شما اینجا بودم، میخواستم از همین چیز استفاده برده با مخلصان و در اینجا بسیار سوال هست. چی می‌نویسن؟ من برای مثلا جولی واسه میخونم. آدم است که زیاد با کم میشد، با زیاد خوش روی ایش میگه بزیبی، ایش میگه یاشی، ایش میگه پیر شدی، ایش میگه چند فرزند داری، نامشون چیه؟ بله. اینا ولی چی نوشته استادن برای این حاضر کی است نامش عربی نوشته نمیدونم. سرودی بنو کی پنجه میرویه با سرایت سرودی درباره یاری کلوبی بخونید. بیاید خیلی میکنیم شبنم. مثلا بعضی از سرانده ها وقتی که با اینستاگرام صحبت میکنن بغل چغچغ میکنن با مخلصانشون، همون حالت شما مرامت ما میشنویم. شما در اینستاگرام همراه مخلصانتون گپ زده استادین، یک چند دقیقه با شما میکنید که چگونه پاسخ میدین، چی مینویسن، شما بلند خونین. مرامت. نه اینجا نویسن که اوچه جانه که من پیر شده است. سرود است از من سرایدگی بودم. سرود میتوانید امروز زمزمه نماید. با کدام رقم شما رو زنگ زنیم که رقم ما رقم ندارم، همین اینستاگرام هسته گپ میزنیم. چه سوالی که دارین مرحمت سوال تین. سرود بانو که پنجه میروی سراین علاقه مخلصایی که چندین سری سال هستن نمیدونن از این سرودای من. ولی بسیار سوالا اینجا آمیخته هستن. اپا سختی بعد دوستت میدارم. من شما را دوست میدارم، احترام میکنم. هست گپی بعد گپ میزنن. همین گپی بعدش چی است؟ دشنام است یا اینکه چی؟ دشنام هم هست. از دنیا خبردار شو، از این دنیایی چی نمیبری. بله. برادری عزیز، هر یک بنده به خودش یک روزی انیقه دارد که پروردگار هر وقتی که خواست اون رو از این دنیا میگیرد و ما نیز به اونجا سفر میکنیم. و خدا کند که هر یکی ما ایمان و توفیق همه شما برادرایی که بسیار سوال های ناجو میکنین. اولش که شما باید در اینستاگرام نباشید، بسیار اگر ملای بد باشی، نه که اگر ملا نباشی در حق زن یک از، در حق خواهر یک از سخنای بد گفتن. من فکر میکنم خوب نیست. لیکن من با اینها سوال جواب دادن نمیتونم و گپی بعد هم گفتنی نیستم. مثلا وقتی که با شما یک تحقیر میکنن، دشنام میکنن در همین سامانه اجتماعی، وقتی که شما میبینین اگر در پخش مستقیم آنلاینی هستین، چی پاسخ میدین به اونها؟ یا اینکه یک نظر میکنین و البته نظر میکنی، یک چشمت میغلطد، یک کم تا راه افتاده میشوی، باز میگی که خی خدا با شکر که از این بد نکنه. سلام باشه. خب زنگ تلفن. سلام علیکم. الو. بله سلام علیکم. و علیکم السلام. نوروزتون شما بخیر باشه. خوش آمدین خالی مختار، خوش آمدین. مهمان شما را در این درگاه خوش آمدین. میگویم که هر یک خاندان ما در مهمانند. بله سلامت باشین. بله تشکر زیاد. شبنم جان، من برای شما یک سوال دارم. وقتی که پدر شما سراینده بود،
اون وقتا فونوگرام نبود. پدر شما با آواز زنده سرود میخواندن، اما شما سراینده نوجوان هستین با فونوگرام شغل دارین یا که زنده خواندن رو دوست میدارین. اما یک سرودی پدر هم میخوایم که بار دیگر بشنویم. پدر شما باقی سلامت باشین. سلامت باشین. تشکر. مادری عزیز، بسیار خوشحال هستم که در همین رادیوی امروز شما نیز گوش میکنید و بسیار خرسند میشم که از چنین مادران قدر سوالا میبیند. البته در وقتی که گفتید پدر بود فونوگرام نبود، در اونجا هم فونوگرام بود، فقط فونوگرام در تلویزیون ها و کنسرت ها ثبت میشد و البته در توی و معرکه ها و در محفل هایی که جمع مردم بود زنده خوانی بود. و امروز نیز هست فونوگرام. من میل به فونوگرام ندارم. جایی که هست فونوگرام میسرایم، جایی که هست زنده خوانی زنده میسرایم. و یک سرود گفتید از پدر، بسیار سرودهای پدر را زمزمه میکنم و تمام سرودهای پدر را گویم سرایدم. مدت 18 سال است. خب میتونید یک سرودی پدر که بسیار با دل شما نزدیک است شروع مثل زمزمه کنید؟ سرودهای پدر همش برای من به دل نزدیک است، چون که بسیار متن بلند و خوب دارد. مخصوصا اون سروده که ولی درخواست کردن با نوک پنجه میروی. مرحمت. با نوک پنجه میروی مثال کفتر هستی، بمردم از فراقت عجایب دلبر هستی. با نوک پنجه میروی مثال کفتر هستی، بمردم از فراقت عجایب دلبر هستی. بمردم از فراقت عجایب دلبر هستی. بهترین. سلامت باشین. تشکر. بیاید یک در آخر برنامه پیش از جنبست 4 مصرع با آواز زنده سرود زمزمه کنید و میگونه برنامه رو جنبست میکنید. ای شوخ سر زلفت را تاب کی داده، چشمی ادف مستت را خواب کی داده، در پیش خانه دنی حال اناره، میراب منم باغت را آب کی داده. ای شوخ سری زلفت را تاب کی داده، چشمی ادفی مستت را خواب کی داده، در پیش خانه دنی حالی اناره، میراب منم باغت را آب کی داده. سلامت باشین. بهترین. تن صحت باشین، سلامت باشین و خدا کند که همیشه صداتون خسته نباشد و با قول بعضی از گفته‌ها سراین و سراین و سراین. زنده باشین. خوش آمدید به برنامه. تشکر. زنده باشید.